به نام خداوندی بخشنده‌ای مهربان. نام قصه توکل بر خدا. به نام خداوندی بخشنده‌ای مهربان. سلام علیکم بچه های عزیز. خوبید؟ سلامتید؟ سلامتیتان خوب است؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه خوب و سلامت باشید و در لبانتان خنده همیشگی. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شهنازه هستم، با یک داستانی جالب به نزد شما آمدم. مهربون که خیلی ما رو دوست داره، همون خدا که میتونه رو کوها برفا بذاره. شکر خدای مهربون که شب و روز و آفرید، یه ماه و خورشید و با هم تو دشت آسمون کشید. شکر خدای مهربون واسه پدر مادرمون، واسه زندگی که هدیه داده به هممون. خدای مهربون واسه پدر مادرمون، واسه یه زندگی که هدیه داده به هممون، هدیه داده به هممون. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. پادشاه از نزد نانواخانه می گذشت. نانوایی با خودش حرف می زد و شعر می خواند و می گفت کسی که با خدا توکل کند خدا برای او کافی است. پادشاه این سخن را شنیده خنده‌اش گرفت و روزی بعد لباسی عادی پوشیده به نزد نانواخانه رفت. شاه چند تا نان گرفت و بعد جیبش را گشت، ولی هیچ پول پیدا نکرد و به جای پول انگشتر گران قیمتش را میخواست به نانوا بدهد. نانوا اول قبول نکرد. پادشاه گفت من حاضر با خودم پول نآوردم. پگاه می آیم و پول میدهم و انگشترم را میگیرم. شما این را امانت نزد خود نگه دارید. نانوا انگشتر را گرفته در داخل صندوقچه پنهان کرد. پادشاه از آنجا دور شد و به سربازانش دستور داد تا انگشترش را طوری که نانوا نفهمد بگیرند. سربازان خودشان را به شکل گداها کردند و در پیش نانواخانه صف ایستادند. آدمان صف خیلی زیاد شدند و همین طور سر و صداها نیز زیادتر شد و سربازان توانستند انگشتر پادشاه را بگیرند. سربازان به قصر پادشاه می رفتند. وقتی از کوپروک می گذشتند، ناگهان انگشتر از دستشان به داخل رودخانه افتید. آنها به شاه خبر دادند که انگشتر به داخل رودخانه افتیده است. شاه اول ناراحت شد، ولی بعد خیالش راحت بود که انگشتر را کسی نمیتواند بگیرد. پگاه آن روز شاه به نزد نانوا رفت و کم پول داد و انگشترش را خواست. نانوا صندوقچه را هرچی گشت انگشتر شاه را پیدا نکرد. پادشاه عصبانی شد و گفت من پادشاه این سرزمین هستم. 40 روز به تو مهلت میدهم. اگر انگشتری مرا پیدا نکردی دستور میدهم تو را مجازات کنند. نانوا آهی کشید و گفت کسی به خدا توکل کند خدا برای او کافی است. پادشاه در جواب گفت میبینیم که چطور خدایت به تو کمک میکند.
39 روز از آن ماجرا گذشت و نانوا اثری از انگشتر پیدا نکرد. ناراحت و غمگین پیش در نانوا خانه نشسته بود تا اینکه مرد از او نان خرید و گفت من ماهیگیرم، پول ندارم. بتوانم در عوض نانها به شما یک ماهی بدهم. این را حاصل صید کردم. نانوا قبول کرد و ماهی را گرفت. شب وقت به خانه‌اش برگشت میخواست ماهی را پخته بخورد. ماهی را شکمش را بریده میخواست تمیز کند. ناگهان از داخل ماهی انگشتر برآمد. نانوا انگشتر را با دقت نگاه کرد. همان انگشتر شاه بود که چند وقت دنبالش میگشت. خدا را شکر، انگشتر را پیدا کردم. و روز آخر انگشتر را به نزد شاه برد. شاه انگشتر را دیده در حیرت ماند. نانوا گفت هر کسی که به خدا توکل کند خدا به او کمک میکند. شاه از او سوال پرسید که چطور انگشتر را پیدا کرده است. نانوا هم جریان پیدا کردن انگشتر را به شاه بازگو کرد. پادشاه لبخند زد و دستش را روی شانه نانوا گذاشت و گفت چون به خدا توکل کردی خدا هم به تو کمک کرد. احسنت، همیشه همین کار را کن. و بعد نانوا هم خوشحال و راضی از قصر شاه به خانه اش رفت. بله دوست رو یکانم، این بود قصه امروزه ما. امیدوارم خوشتان آمده باشد. تا قصه و افسانه های بعدی شما رو به خدای یکتا می سپارم. خدایا رو نگهدار. خدا حافظ.